نفس عمیق بکش و خدا بنداز. نفس ایت رمضان ماهی مقدس می باشد و شرکت صاف سودا محض به خاطر ماه شریف رمضان 20% تخفیف اعلام میکند. داروی الهدایه به نمود کپسول و روغنی که حتی حبیب نورمگомедов به شما توصیه میدهد پیشنهاد مینماییم که برای نصف کردن کیر، برآوردن ریش و موی سر اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید، پس از داروهای بتا، پروتئین و گینرهای صاف سودا استفاده برید. داروهای سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میرساند. دستافکا به همه شهرهای روسیه در شهر مسکو و سنت پترزبورگ آفیس‌های کلان این شرکت قرار دارد. بیایید اعلام کنید. بیایید تو همین جبا مادرت هم میارم. درست است؟ آرام باش، نترس شیر بچه من. جای نری. درست است؟ من پس میایم.
نفس. برین کنه جایی بپاله. طاهر طاهر احمق، اگه نمرده باشی من خودم بکشمت. نفس لطفاً اینقدر زود تسلیم نشو. نفس لطفاً با هوش بیا. مادر لطفاً مادر. خدایا قربان شمام. آی خدایا 1000 بار شکرت. زنده بود مادرم، زنده است. زنده است شیر بچه، زنده است. مادرت نجات پیدا کرد. زنده بود مادرم، نجات پیدا کرد. یهید بچم ده اونجاست. اونا ده اونجاست. صبر کنه. استاد شوید. صبر کنه. کجا میره؟ صبر کنه. کجا میره؟ صبر کنه. استاد شوید. صبر کنه. بسوی اونا کجا رفتن؟ اگه بیادرت پیدا کنم بازم وقت میکشمش. باید اول سر جنازه ما تیر شوی تا بتونی بیادرم ما بکشی. اما تو میکنم احمق، سخت خانه است. بیادرت به آسانی پیدا میکنم و از بین میبرمش. اگر با یک تار موی بیادرم ضرر برسانی باز مثل ماهی دریای سیاه تو را کباب کدام میخورم. قوارتان با ماهی سوزنی دریای سیاه میمانه. با خورد بودن ماهی سوزنی بازی نخوادت، متوجه باش زبلونت برنمانه. فامیل ماهی دریای سیاه زیاد است. افتخار میکنیم که نزدیک دریای سیاه هستیم. صبحانه ماهی میخوریم. الایم کنه. برین کنه جای بپاله. بیادر تو همون چیز فکر میکنی که من فکر میکنم؟ تشویش نکن، من یک کار میکنم. فکر نمیکنم مغز تو قدر فعال باشه و کار کنه.
چی کنیم بریم؟ بریم. بگی آیاتش بچه من میگم بیشکتان زنده باشین. حالا بریم دیگه جانم. تا یک جای باید بدویم. حالا او بود از کی است؟ بوت ییت است. از اون طرف برین. حالا عجله کنین. الا سرم از درد کم است که بکفه. او دختر لوده زندگی ما رو خراب کرد. بچه ما در جنجال انداخت. مصطفی موبایلش جواب نداد. نه جواب نمیده. چطور جوابم بده؟ چه رقم جواب بده؟ وقتی بچه لط خوردم میره باز چطور موبایل جواب بده؟ مادر جان لطفا شما قدر فکرای بد نکنین. نیاز جانم به لبم رسیده. آی فقط که ما آرام بودم میتونم. در اونجا جان اولادایم در خطر است. اینجا ما درست است اگه بچه تو از شوهر مام است. سیور مام است. توبه اشهد ان لا اله الا الله. صبر کن آسیه. سلا را کجا میبری؟ نکن چی میکنی او دختر؟ مرا دیوانه نساز. صبر کن آسیه. از پشتشان میرم. آسیه صبر کن آسیه جان. دختر یک دفعه دگیری بیایی باز من میفهمم. صبر کن دختر شیشک. صبر کن. آروس الا دخترم برو از باغچه یک چند تا پیاز بکن بیار برم. ادریس خیرت باشه. چی قول مقال داری؟ طاهر خیرت باشه. سروازتان چطور است؟ چرا سرواز ما را چی شده؟ احتمال میشه که کت کالا زیر غطایی زده باشی. خداوند برای دو چشم داده خودت میبینی. با جایی که قهق کناق سوال کنی برو برای ما یگان کالا بیار. آها میاریم. نوران حالا برو یگان چیز گرم بیار. بدو دیگه. حالا برو پالی بخوری بشین. طاهر باشیم. خیرت باشه. ای چی وضعیت است؟ اوه کاکا داود شما هم شروع کردین. خوب هستی؟
نوران خانم بیادر یگان کالا برشان بتین که درست است. کتما بیاین. بیا جانم. تو معلوم میشه باز خدا و فامیلت در جنجال انداختی. هیچ پرسان نکنین کاکا داوود. پرسان نمیکنم اما با اگوشتو که زن نمیشه راحت فرار کرد. خودتا میره میفهمی. کاکا داوود همه خبرم بگوین میتونین یک لطف ده حقم کنین؟ والا ببینم چیزی که در توانم باشه همورا میکنم، اما بفهم که از این کارت خدا و راستی خوشم نامد. واه بسیار نمودت میته، مثل ماه معلوم میشی. خدا بپیچان جان مادر. ای بوتای بچه ایم است. بپوش ببینم اندازه پایت هست یا نه. خودم در جانت میکنم. بیخی اندازه مذهماتو نیست؟ آل از خاله جانت تشکر. تشکر خاله جان. قابل تشکر نیست. آی قندولک مه ماشالله. چند سال هستی؟ 7 ساله. خیم سنه بچه ایم هستی. وای کاش که اینجا می بود همراش ساتیری میکدی. فعلا مکتب رفته. تو مکتب نمیری؟ من مکتب نمیرم. هیچ نرفتی؟ اما 7 سال هستی باید بری. ما یک بار پیش طاهر میریم. کلاهت در سرت کجا نماده؟ مسرت میخوایم. به خاطر چی یک دونیم؟ از این که گفتم مکتب نمیرم. دیگه پیش پدرت نیستیم. خیر مشکلی نیست که بگویی. درست است یک دونیم مادر. حالا که پدرم نیست میتونم مکتب برم؟ شاید. دم اینجا باشی ما در مکتبم شاملم کن مادر. میفهمی که نمیتونیم اینجا باشیم. یعنی پشت ما را ایلا نمی کنن؟ اگه پشت ما را ایلا نکنه بازم از دستش یک راه فرار پیدا میکنیم. همیشه کی تیز میدوه؟ شادخت پادشاه یا بدماش فیلم. معلوم دار است ما و تو. حتی ما میتونیم ریکارد بهترین دونده جهان بشکنونیم. نیکی یادت رفته؟ و کاکا طاهرم. کاکا طاهرت چی شده؟ تو ما و مادرم بهترین تیم دوش جهان هستیم کاکا. حالا بیا بغلم. کپتان. ما کپتان هستم؟ البته دیگه تو کپتان تیم ماستی. حالا کجا خود رفتیم؟ پادشاه و شادخت باید سوار تراکتور شوند. زنده باد. حالا
نوران خانم بیادر میشه مشالتانه بتین؟ این حال بیخی مثل عروس قریه کارا دینیز شدی. کسی خود دید میفهمی که محافظای وداد پشت ما افتیده. حرکت از بخیر کاکا. بچه من در بخل گرفتن، خدا کت زنم در دریا انداختن، زن من کت خود بردن، زن مرا. ودت یک کمه آرام باش جانم. نمیتونم آرام باشم ایشن، یک دقیقه دیگه آرام بودن نمیتونم. از خانه خودم، از شهر خودم زن اولاد من گرفتاندن. این آمدن خدا در این دریا که بخواهیم کنن لعنت یاره. اونو قصد گرفتنه زندگی زن و اولاد من داشتنشن. چرا گفت نمیفهمی؟ اینجا بیا. چوری را چارت کردی کنه بیشترم. چوری را تا چارت موندی. حالا دیگه بگردین کلا جای بپالین. 100% دمی جا پوت شدن. چند نفرم به شفاخانه روان کنین. دیگر آرام بگوین که چهار چشم هم متوجه باشن. حالا دیگه چرا منتظر هستین؟ حالا دیگه تا مستاد شد. بخیر دیگه. شماره ای را که شما دایل نمودهید خاموش می باشد. ودت از دست تو چی کنم من؟ بهار جان، آقا قدرت صدا که و ما قرار داده که با کالالی همزه کده بودیم کتت بیار. تشکر جانم. به خاطر این کالالی ها دیگه چقدر بلا سر ما خات آمد. کالا کارا به گردن تو افتادشن. باید زود خلاصش کنی. بیا. بفرمایید خانم ایشان. زنده باشی. شما بیاین. خانواده کالالی باید درباره‌شان معلومات به دست بیاری. درباره کاربارشان، درباره حساب بانکیشان، مقدار پولشان، رابطه‌شان، حتی خوراک و پوشاکشان. درباره نقطه ضعفشان هم معلومات بگی. میتونی کار کنی؟ البته خانم ایشان. بسیار تشکر. آقا قدرت، مخصوصاً درباره مصطفی کالالی تحقیق کن. چقدر خوب بازیشان دادیم بیادرم تونست. بازی دادیم، خوب بازیشان دادیم. اما تا وقتی که زن اولاد خودم اگر پشت ما را اعلان نخواد کرد، اگر تایر را پیدا کنم با یک مرمی از بین میبرم. منطقه را مثل کف دست خود بلد هستم اما نتونستم پیداش کنم. اونا رو چه قسم پیدا کنیم؟ چیزی نمیشه. تشویش نکن، تایر بیادر میفهمه که چی کنه. نترس. او آدم فکر کردی تا زن اولادش پس نگیره ایلای ما نخواد کرد. عقل دکله تا نیست. او به نام تایر دیوانا مشهور است. شما را چی میگن؟ آتش پرچا. لودا میکشم تا احمقا. مصطفی. وای آسیا وای. چی مصطفی چی؟ Gelmez mi benim yazım? Ah dağlar karlı dağlar, gelmez mi benim yazım? Eller yarım diyen de benim dolar boğazım, benim dolar boğazım. Eller yarım diyen de benim dolar boğazım. Ormanlar ormanlar yazılı fermanlar. Aradım bulamadım dertlerime
dermanlar dertlerime dermanlarım aradım bulamadım dertlerime dermanlar dertlerime dermanlar خداوند خیرتان بده کاکا داود. اگه کسی درباره ما پرسان کرد برشون چیز نگوین. سعید بچه اما ایره بفهم که کارت خوشم نامد رای مردانگی نیست. بیا شیر بچه. بخیر برین کاکا داود. با امیدی دیدار. بریم دیگه. بهتر است که به ایستگاه ملی بس بریم. اگه نیکولگی در بلا خود افتیدن. به نظرت ودت در ایستگاه ملی بس محافظ روان نمیکنه؟ اما این قسم کلگی اذیت میشن. تو را از بین خود بردن. هر وقت که نظرت خواستم باز جواب بده. حالا باید متوجه دستت باشی، فهمیدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوب نشده؟ پوندیدگی زیادتر شده. عفونت کرده. زیاد درد میکنه. ما عادت کردیم. شیر بچه یک چند دقیقه داخل اتاق برو. چقدر وقت میشه؟ نفس خوب استی؟ خلاصش کنین. اما بسیار پوندیده. حتما باید به دکتر نشان بدین. دکتر نمیشه. نمیتونم پیش دکتر برم. ما را پیدا خود کرد. بسیار باسونی پیدای ما خود کرد. پیش دکتر نمیرم تا ایربان که ما بریم. نمیمانم جای برین. یک چاره پیدا میکنم. شما همینجا باشین. میخوایم از دور شوم اما نمیشه مثل تو مغرور شوم اما نمیشه ازار بار دلم شکستی میخوایم که رنجور شوم اما نمیشه میخوایم از دور شوم اما نمیشه مثل تو مغرور شوم اما نمیشه ازار بار دلم شکستی میخوایم که رنجور شوم اما نمیشه میخوایم که رنجور شوم اما نمیشه میخوایم از دور شوم اما نمیشه
نمیشه نمیشه میخوایم از دور شوم اما نمیشه 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 میخوایم از دور شوم اما نمیشه. خانم محترم خسته نباشین. کمک کنین اعلام کنین کمک کنین پیداش کنین کمکم کنین کمکم کنین. ادریس. بله یکی کالا را شوشتین. بسیار زیاد تشکر. با زحمت شدین خانم محترم. حاله بگو زنم و بچه‌ام کجا هستن؟ ادریس. الله گفتم زنم و بچه‌ام کجا هستن؟ سلام علیکم مرجان. علیکم سلام. خیرت باشه. تو پشت خانه ما آمدی. سر تو خیرت باشه. ها ما به خاطر یک چیز آمدیم. به خاطر چی؟ به خاطر نظیره. چی؟ یعنی تو او را اگه تو را برای تایر بچیم خواستگاری کنیم باز چی جواب میتی؟ هرچی که پدرم بگوید قبول دارم. یعنی دیروز خاله سانیا گفت به خاطر چیز آمده بود. حالا که تو میگی به خاطر نظیر آمدی. تو چی میگه مرجانه؟ هیچ نفهمیدم. ما به نرس ضرورت دارم. به نرس نظیره خانه است. اگه خانه است برش بگو که بیایه. ها به نرس ضرورت داری؟ ها ما دیگه چیز فکر کردم. خیلی من میرم نظیره را صدا میکنم. اگه زحمت نمیشه. خدا کنه مادرم درباره کارای ما به این دختر چیزی نگفته باشه. آرام باش مصطفی. مادر جان لطفا. چوب بگی آتش پرچه گت 30 نفر خودت زدی بازم. بره من میگی که مادر اجازه نمیده. نه مادر مادر داری مصطفی من بزن. آسیا صبر ما لبریز میکنه. از دست مشکلات خلاص نشدنیتون صبر ما لبریز شده. بازی تایر دیوانه ما مچم که چی گفته از پشت او زن رفت و گم شد. دیوانه شد. من رفتم دیگه. بگیر. کجا میری بیادر؟ دلم با اسکلم. تو را چی؟ آدم نشدی؟ چطور بیادر؟ میرم تایر را پیدا میکنم. کجا برم؟ شما هم شرکت برین. بکار نشینین. مصطفی امکان نداره. اجازه نمیتون بری. حالا مصطفی بیا که گوشت در روی زخمایت بانم. اگه نیتا شوه روی دگام میپنه. بانکو بپنده زن بیازو. هیچ فایده نمیکنه. فایده میکنه چرا نکنه؟ پدرم که کلکای نفس پانسمان میکرد گوشت مونده بود. آسیا پدرت چه وقت نفس دیده که در کلکای شکستش گوشت مونده؟ آسیا چی مصطفی؟ وای زن چی گولا باو دادن که از ما پت میکنه. با این چشم کبوتتا بسیار مقبول معلوم میشی. اول ای که با مرد مقبول گفتنم میشه. دوم
ای که از چه وقت حالا به خاطر تداوی مردمه با جای دکتر پیش ملا عثمان میبرین ها؟ خب درست است، مقبول گفتن همیشه جذاب گفتمش. وای آسیا، وای از دستت. چی مصطفی چی؟ آسیا به نظر تو طاهرشان امکان داره که پیش ملا عثمان رفته باشه؟ چی فکر میکنی؟ ایخا سر دستت بان دخترم. بسیار تشکر، زیاد به زحمت شدید. خواهش میکنم. مادر سلکو چی رسم کردیم؟ نشان بده بچیم. مکه بیهوش بود و طاهر برام تنفس مصنوعی میداد. سلام علیکم کاکا جان. علیکم سلام نظیره دخترم، بیا بشین. تنفس مصنوعی برام میداد. کلکایش چطور شکسته طاهر؟ پیشتر خو برات گفتم نظیره شکسته دیگه. بیبی جور میشه یا نه؟ یک بار ببینمش باز گفته خواد تانستم. بیادر مخواه دکتر ارتوپیدی نیستم، دکترم نیستم، فقط نرس هستم. نرس. خوب شد گفتی نظیره، اگه نه نمیفهمیدیم. یک چاره برش پیدا کن. بسیار مزه‌دار بود. دستایتان درد نکنه خاله جان. شما برای من میگی که مادر اجازه نمیده؟ نه مادر آیستا. مادر داری مصطفی من بزن. آسیا صبر ما لبریز میکنه. از دست مشکلات خلاص نشدنیتان صبر ما هم لبریز شده. بازی طاهر دیوانه ما مچم که چی گفته از پشت او زن رفت و گم شد. دیوانه شد، من رفتم دیگه. بگیر. کجا میری بیادر؟ دلم با اسکلم. تو را چی؟ آدم نشدی؟ چطور بیادر؟ بگیر. مهرم طاهر را پیدا میکنم. کجا برم؟ شما هم شرکت برین، بکار نشینین. مصطفی امکان نداره، اجازه نمیتون بری. حالا مصطفی بیا که گوشت در روی زخمایت بانم. اگه نیتا شوه روی دگام میپنده. بانکو بپنده زن بیازو هیچ فایده نمیکنه. فایده میکنه، چرا نکنه؟ پدرمام که کلکای نفس پانسمان میکرد گوشت مونده بود. آسیا پدرت چه وقت نفس دیده که در کلکای شکستش گوشت مونده؟ آسیا چی مصطفی؟ وای زن چی گلا باو دادن که از ما پت میکنه. با این چشم کبوتتا بسیار مقبول معلوم میشی. اول ای که با مرد مقبول گفتنم میشه. دوم ای که از چی وقت حالا به خاطر تداوی مردمه با جای دکتر پیش ملا عثمان میبرین ها؟ خب درست است، مقبول گفتن همیشه جذاب گفتمش. وای آسیا، وای از دستت. چی مصطفی چی؟ آسیا به نظر تو طاهرشان امکان داره که پیش ملا عثمان رفته باشه؟ چی فکر میکنی؟
یخ سر دست بان دخترم. بسیار تشکر، زیاد به زحمت شد. خواهش میکنم. مادر سلکو چی رسم کردیم؟ نشان بده بچیم. مکه بیهوش بود و طاهر برام تنفس مصنوعی میداد. سلام علیکم کاکا جان. علیکم سلام نظیره دخترم، بیا بشین. تنفس مصنوعی برام میداد. کلکایش چطور شکسته طاهر؟ پیشتر خو برات گفتم نظیره شکسته دیگه. بیبی جور میشه یا نه؟ یک بار ببینمش باز گفته خواد تانستم. بیادر مخوا دکتر ارتوپدی نیستم، دکترم نیستم، فقط نرس هستم. نرس. خوب شد گفتی نظیره، اگه نه نمیفهمیدیم. یک چاره برش پیدا کن. بسیار مزه‌دار بود. دستایتان درد نکنه خاله جان. شما پخته کردن یا عروسان ایره بگین. توف زار مرگت شوهرمو مرا هیلا کنی. ماشاءالله ماشاءالله. نجو جان از این منطقه دریای سیاه برات یک زن میگیرم. بسیار خوب دام میزنن به خدا و هم خوب به فکر شوهرای خود میباشن. پدرت کجا بردشان ها؟ کجا رفتن؟ احمق، اگر نه از زنت پرسان خواد کردم. کنی با او دست نزنی. نه اول باید زنت طلعت کنم. نه این قسم نمیشه، اول باید پدرت طلعت کنم. هر رقم شوه جای فراریا را برای ما خواد گفتن. بگو کجا رفتن بگو. احمق، اگر با مارمان براتان نمیکن. یا الله. بولند جان وضعیت چی قرار است؟ هیچ خوب نیست خانم میشن. اینا جای نفسشان رو نمیگن، نفرای ما کم از بکششان. در یک جنجال کلان افتیدیم. خدا جزایشان بده. لطفاً خانم میشن براتان عذر میکنم، یک کار کنین تا همین جنجال خلاص شود. سعیس قد کن، من خودم میایم. تا شما برسین کار خلاص میشه، از بین خود رفتن. درست از بولند گفتم قد کو، کم فکر کنم تو به بهار جان میشه یک تکت تیاره هر چیز تر به طرف ترابزون برم بگیری؟ بسیار عاجل است. و ها آقا قدرتم بگو که هر چیزو تر بیایم. بسیار تشکر. جوابت بدت. خانم ایشان زنگ زده. چارج گرفته یا؟ 50% چارج گرفته. بده یک دقیقه صبرشن. یعنی چی که امروز بست است بیادر؟ من آن خوردن آمدیم. متاسفانه هیچ چیزی نمانده بیادر. هیچ چیز نمانده؟ ها هیچ چیز نمانده. شروع هم نمانده. کارمنده ما زیاد گوش نشده بودن، خلاص شد. به خاطر که یک جلسه شرکت داشتیم زیاد گوش نشده بودن. اما شنیدیم که این پایین‌تر یک رستوران دیگه است، نانش بسیار مزه‌دار است. باور کنین اونجا برین. توبه. نوش جانتان. بگویشن بگو. ودت چطور هستی جانم؟ خوب هستی؟ خوب خواهد شدم. البته که خوب خود شدی. کارای اشتباه خو نمی‌کنی، اما تو نیست. گوش کو، اون منطقه کارا دنیز است. اگه کدام کار خلاف کنی در جنجال خود افتیدی گفته باشم.
ایشان جان تا چی وقت دیگه همراه من مثل اشتکار رفتار میکنی؟ من دیگه زیاد نصیحت نکن. من خودم میفهمم که چی کنم و چی نکنم. البته میفهمم که خودت میفهمی جانم. خداحافظ. من فعلا زیاد کار دارم، باید قطع کنم. اینجا حالا تو چلاوده حرکت کن. برو. آفرین. اینم تو آدم احمق. سلام، خوش آمدین. بلا از این منطقهتان زیاد خوشم آمد. چی یک منظره زیبا و مقبول داره، خصوصا مایه های دریایتان بسیار خوشمزه است، باور کنین. چطور هستی شیر بچه؟ ها؟ ما کمی همراه بابا جانت کار داریم، باید همراهش به تنهایی گپ بزنیم تا هم اشکایت پاک و حالا دیگه. آفرین. ها؟ آفرین. طفل گریانو که اصلا خوش ندارم. بفرمایید داخل برید. بفرمایید. دروازه رو بسته کنید. آقا قدرت خوش آمدین. خوب شد که آمدین. تحقیقات درباره کالولیا تا کجا رسیده؟ نو تحقیق میکنی. لطفاً کم عجله کنین. من به ترابزون میرم. خوش میشم که تا شام کارتان خلاص شه و برم ایمیلش کنم. با چشم خانم. بسیار تشکر. ها بهار جان. بله خانم. اتکتایتان آماده است خانم ایشان. درست است جانم، بسیار تشکر. به خانه زنگ بزن برشون بگو که بکسمم تیار بانن. همی که طرف میدان اویی میرفتم میگیرم. درست است خانم، بچه‌شم. بسیار تشکر. سفر بی خطر داشته باشی. زنده باشی جانم. قسم دردش کمه آرام خواد شد. شاید پوندیدگیشون بشینه. دستت زیاد شورنتی فهمیدی، از بنداجم دورش نکن. بسیار تشکر. قابل تشکر نیست. بازم قسمه که گفتم باید یک بار پیش دکتر بری و معاینه کنی. اگه دردش زیاد شد باید زودتر به شفاخانه برین که عفونت نکنه. ها شنیدی؟ حالا برو نظیره که سرتون ناوقت نشه. بسیار تشکر. به خاطر یازنیم اقا کارا خو باید کنم. منظورت نفهمیدم. تو؟ یعنی چی؟ دختر جان چی میگی؟ نه که خبر نداری. خاله ثانیه به خواستگاری مرجان آمده بود. آه مادر چی بگویمت؟ لالا طاهر، اگه کسی دیگر زیر نظر کدی باز با مادرت بگو که خدا سرگردان نسازه. مادر، ای مادر. خپک زیر بوریا برامتی گوده تو. ای تایر دیوانه. ای تایر. تایر دروازه را باز کن. خیرت باشه. من میرم واز میکنم. طاهر ضرور نیست که تو واز کنی بچه. اما اجازه نمیتم که امرای تو جنگ کنن. کاکا جان چرا جنگ کنی؟ من میفهمم که چه قسم با او گپ بزنم، تو فقط آرام باش. یعنی کاکا مصطفی میخواه ماردگیر پدرم بده مادر؟ تا وقتی که مستم کسی جرأت نداره شما را به پدرت بده. چی میکنی بچه؟ کم بود که دروازه را مایده کنی. تو خو قسم یک آدم نبودی. بسیار میبخشی ملا صاحب. آمادیم دیوانه خانه ما را ببرم. من خو نمیتونم اینا را تسلیمت کنم. نه ملا صاحب، اجازه بده داخل بیایم، من خودم میبرمش. حالا خانهت برو بچیم. ملا صاحب لطفا
جان تایر در خطر است. ما با تشویش بیادرم هستم. پس او جان دختر بیچاره چطور؟ یعنی با تشویش او نیستی؟ از یک سو به خاطر بیادرم، از دیگه سو به خاطر او دختر که بیادرم در خطر انداخته. واضح است که مشکل ما چی است مولا؟ یعنی تو ایج دل رحم نداری داماد؟ به خاطری که شوهرش دختر بیچاره را در خانه قید کرده بود از دستش فرار کرده. مولا 8 سال شد حالا یادش آمد. اگه عقل میداشت میدونه نکاح در خانه آدم زندگی کرده طفل کلان نمیکرد. حالا که بیادرم رو دیده عقلش سر جایش آمده. ما تایره یک قسم کلان نکردیم پشت یک زن گرفته هر سو که رفت دویده بره. مولا حق نداره با او زن نزدیک شوه، نباید این کار کنه. مصطفی بچیم زودشو خانه برو. بیبی میفهمی که من سرت قار نمیشم، لطفا مرا گناهکار نساز. حالا صحیح است میرم الله. اگه چیز کار داشتین بگو. برات خبر میتم. زنده باشیم الله. و تگه دستم آج کنم. نفس خوب هستی؟ تو میفهمی؟ بیادرت واقعا راست میگه. تو نباید به ما کمک کنی. ایره بفهم لطفا. تنها چیزی که من میفهمم ای است که بیادرم نمیخواه به ما کمک کنه. حیران هستم تو چرا هیچ گپ گوش نمیکنی؟ اقا ور کردنت هیچ فایده نداره. بچهت گوش نشده. کاک آسمان مواد سوپ دارین؟ نفس میخواه سوپ جور کنه. چایم دم میکنه. خدایا من به تشویش جانت هستم، باز تو در قصه سوپ و چای ماندی؟ یه جانی مادر تو ور گپ میزنه. ور چی مانامت کاکا طاهر؟ ور یک رقم ورزش زنانه است شیر بچه. تو به خدا. حتما او دیوانه زن کدام کار کرده. 100% او را جادو کرده. اگر نه بچه مای تو کارا را نمیکنه. اوشیا ها و هم تایر ها تایر ما دیگه کی؟ مادر جان فکر کنم تا هم دیوانه شدی. بی تربیه. آسیا هایی بسم الله مصطفی چی دیگه چی شو زن؟ خسارم تایر و زنه در خانهش بود کده. نه چی میگی؟ برو بچه من زودی کده بیار. بانین گپ بزنه. نظیرم خبر داشته. نظیره؟ آها من میرم که از دانش کم گپ بگیرم. تو دیگه کجا میری آتش پرچه؟ و خورده کلم کار بشید اگه بره. اگه دلم سر تو خالی میکنم. ها کت نظیره چی کار داشتن؟ تایر حتما دست شکسته او زنه نشانش داده. کل منطقه یک جای شده. با او زن کمک میکنن. مردکه کمه آرام باش. شکر بکش که فهمیدیم صحتمند و جور است. آها شکر است. حالا دیگه مولا آسمان هم دست خدا کدش یکی کده. مرز لخه که خانهش پیش نمان. دیگه امیاله برش سنگ بزن. فدت بود چی بود در بلایی که بود. بگو بره خانه عثمان بیادر. زن اولاد خودم ببره که بچه بیچاره ما بخیر خانه بیایه. خسته شدم بس است دیگه. آها نه با او داد زنگ بزن. با مرمی در شقش زده بکشش. خوشو جان قسم گپ میزنی که تنها خودت میفهمی و بس. تو چو باش زن گپ نزن. شریک جرم. مصطفی عقلت از دست دادی. ها از دست شما حق داری. شوهرم هستی دیگه. حق داری قار شوی. خوب میکنی. آسیا مصطفی چند دقیقه امرای ممیایی؟ من برات او گرم میکنم. بهتر است پیش از خواب کمه راحت شوی. ما که عروس بودم شوهرم میگفت باید همیشه گپ مادرم باشه. حالا که خوشو شدیم بچیم گپ زنش گوش میکنه.
من جزای کدام کارا میبینم او خدا؟ با مکارگریت میخوایی که مرا آرام کنی. میفهمم، اما او طاهر دیوانه است، دیوانه. من صبح وقت میرم امروی طاهر و پدرم گپ میزنم. تو آرام باش جانم. گفتی دکلای صبح میری اوزن؟ ها دیگه مصطفایم ای کار میکنم. بیا از صبح وقت بیدار میشه. همیجاز میفهمم که از مقارسیم تو هم باید مرا درک کنی. دیگه چاره نداشتم. با خاطر گپ زدن نباید اسلحه میکشیدی. معذرت میخوایم واقعا، اما مام صاحب بچه هستم. به خاطر او مجبور شدم. در زندگیم اولین بار است که دیوانه مثل شما را میبینم. نباید کسی از این گپ خبر شود. اگر به پلیس خبر بتن باز دیوانگی من خاطیده. اورهان جان یا قارت خانیشم برستان. نا وقت شو از کدام بالای سرش نیه. بچه شما پا حالا بریم نجیب. قبول کن. شما خانم میخواین که عثمان و طاهر را بکشه، نامتون است؟ نه کاکا، دلتان جمع باشه خانمو. بچهش میگیریم و از اینجا میریم. چی میخواین؟ به خاطر نماز خواندن آمدیم. به ما جماعت نمیدین؟ نماز شام خب قضا شده. قضای خواندن نمیشه چطور؟ اگر وضو دارین داخل مسجد شوین. خانم ما بگوین که اوه وضو را آماده کنن. یک فکر بهتر دارم. همراه خونه طاهر وضو میگیرم. شما هم نماز جنازه شب باز بخوانین ملاسه. کلا جای بپاله. طاهر! بلند. اگر نگیریم به ای باز کت خونه دوزو میکنم. اوپا شیر بچه من. اینجا بسیار مقبول است. همونطور است، بسیار مقبول است. حالا بیا که بریم. مطمئن هستی اینجا امن است؟ نه مطمئن نیستم، اما خواستم یک بار چانس ما را امتحان کنیم.
خوب میشه که کمی استراحت کنیم. بسیار خسته شدیم. بیا شیر بچه که بریم. باید تو هم خو شوی. یک لیاپس، یک کمپلم میارم برای تو. بیشی جان مادر. باش من کمکت کنم. برای یک قصه کنم. مثلا قصه پادشاه و شادوخت رویایی ده. باید یک نفر دیگرم در قصه ما شامل کنیم که نامش نگرفتیم. وای من خو همیشه قصه همی پادشاه و شادوخت میکنم جانم. او کی است که من نامش فراموش کردیم ها؟ شاهزاده که دست به سفید سوار است. خب او کی است؟ کاکا طاهر دیگه. حالا که قرار است بهترین تیم ورزشی رو داشته باشیم، ما هم باید در تیم ما شامل باشه. همه تا نیست؟ اگه میترسی مده پولید خوشم. تشویش نکن مادر. حالا دیگه نمیترسم چون او شاهزاده همیشه متوجه من میباشه. لیافت سرت پرتون. در زندگی اولین بار است که بدون ترس خو میشم. میخوایم چند دقیقه قدم بزنم. او آدم چی بلای سرطان آورده بود؟ پرسان نکو. چی بلا سرطان آورده بود که این طفل سالهاست در ترس خو میشه؟ کاک آسمان گفته بود که باید دستت پانسمان کنم. پیش کو دستت. زیاد آزارتان داده. بدتر از چیزی که معلوم میشه. مناسب شما سجده کردن خوب یادن همتون نیست؟ با جز از خداوند با دیگر کس سجده نمی کنم. همیاله سجده میکنی؟ سجده با عملش نه بلکه با قلب قبول میشه. وای وای حالا مملت میخوریم.
تو بیا 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 بیا. بزنش. بزنش. دیدی که لط نخوردی. مولا یک انسان معمولی است مثل ما. کسی است که چند دقیقه بعد ای آدم به تاه خیانت خواد کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقتی که مکتب میرفتم یک روز مجبور شدم سر وظیفه پدرم برم. پدر آوردیش. فلش ما در خانه فراموش کردیم. حالا دخترم رفته میتونی. رفته میتونی دخترم برو. هی تو کی هستی؟ دختر خوردم از حقا بدهد. راستش ما باید حالا مکتب برم. پدرم آدمی بود که به خاطر پول هر کاری میکرد. حتی با 3 لیرام حاضر بود دخترش بفروشه. برای ایلاکو حاضر میکنم هر کاری که بگویی میکنم. لطفاً ازت خواهش میکنم پدر برای ایلاکو. امو شب اول لطم کرد. وقتی که پیشنهادش قبول نکردم چنان لطم کرده بود که کل بدنم سیاه و کبود شده بود. باز از درد و نالی زیاد از حال رفته بودم. میفهمی حتی براحتی به هوش نمی آمدم. در او حالت فکر میکردم کنار ساحل میدم. فکر میکردم خوش و خندان است. اما اصلا او تو نبود. حقم نبود که او وضعیت سرم میامد. نباید او قسم میشد. درست صبر کن. مرا لط میکرد. سعیز چه باش. وقتی که فهمیدم در کنار او دیوانه استم بیشتر ترسیدم. اگه چیزی را که بخوایی برعکسش شود بیشتر آدم میرنجه. آدم دیوانه میشه. آرام باش. آرام باش. نفس. آرام باش. آرام باش. نفس. آرام باش. نفس. نفس. معذرت میکنم. بسیار معذرت میخوایم به خاطر کلی چیز. مرا ببخش. معذرت میخوایم.
Olsam dağların viranesine, uzaklardan gelen dertli dulun sesine, bulutların ülkesine, uzaklardan gelen dertli tulum sesine, bulutların ülkesine. ملا صاحب، اگر تا یک دقیقه دیگه برام نگوی که اونا کجا رفتن، باز ما تو را از بین میبرم. حالا دیگه تو نمیتونی مرا از مرگ بترسانی بچیم. خداوند جان را که به انسان میتا فقط خودش گرفته میتونه، فهمیدی؟ ای اسلحه که در دست است نه، فقط یک وسیله سو بس. باور نمیکردم تو یک کار کنی ودت. به خاطر چی آمدی؟ از کجا اینجا را پیدا کردی؟ بگو برم. پاره باندگه ودت امیال او ملا را بان که بره. هنوزم زن و بچه پیش او آدم احمق. من سبا زن و بچه از پیششان میگیرم. خودشان به دستای خود برای تسلیم خود کردن. چی رقم؟ سر ما باور کن. تا حالا ما کدام دفعه برای تو دروغ گفتیم ودت جان؟ اوزگه ما پس میه. تو خود چیز کار نداری ها؟ او بازی گوشا چی میکنن؟ کار میکنیم کار کپتان. ها؟ پس تو ما خو میبینم که یکتان مصروف دختر هاست، دیگه ایتان هم مصروف تو. بازی مرا لوده فکر کردین؟ های جمال کپتان ها، بیارنه که ما یگان شوت کنم بیا از رقم شو و بیادرایم از کار فرار میکنم. حالا حرکت کنین برین طرف شرکت. سلام علیکم. علیکم سلام. کپتان طاهر کجاست؟ نه که هنوزم خو است. خواست و خوای شیرین میبینه که یک زن و یک بچه مقبول داره. ای لازم بره گوز. توبه امروز بدون طاهر بره. بچه حالا آماده حرکت شوه. و خیر برین. سیا ای تاله بدن یکمی کم بود. بیادر این خوارک دیگه کی است؟ خوارک نگو دیوانه، با خدا خوب مال است.
سلام آقا مصطفی، چطور هستی؟ الحمدلله. میخوایم امروز یک چند دقیقه گپ بزنیم. بگو میشنوم. نمیخوایی یک چای تعریف کنی؟ بفرما. او بچه یک دو گیلاس چای ایلدار برای ما بیار. خدا کنه که ینگی مازی گندگی خبر نشه. تشکر. با خدا بسیار یک منظری مقبول است. بسیار تشکر. اولا راست میگفتی، به خدا چای منطقه دریای سیاه بسیار مزه‌دار است. خوشم آمد. حالا قصه منظره و چایبان درد تا بگو چی میخواستی؟ سعیس میگم جانم. میفهمم به خاطر پرداخت پول شهرداری منتظر پول هستی که همراه ما قراردادش بسته کرده بودی. شما مجبور هستین در مدت 1 ماه پول شهرداری که $1,000,000 است برش بدین، اما شما در بانک فقط $200 دارین، به خاطر که چند وقت پیش به قیمت 10 میلیون 2 تا کشتی خریدین. تو از کجا خبر شدی؟ فقط یکمه درباره‌تون تحقیق کردم. ها، واضح است. خوب تحقیق کردی. اگه شما ما را با مشکل مواجه نسازین، قسمی که تفاهم کرده بودیم پولتان تا آخر ما میتیم. شما میتونین قرض شهرداری را بپردازین. اما اگه مشکل پیش شوه باز چی خواد کردین اگه مشکل پیش شوه؟ نفس و یهیته به ما پس بتین آقا مصطفی. اگه نی کل ما خفه خود شدیم. من نمیخوایم بین ما خفگی بفته. خانم، خانه‌ات برو. در کار مردا غرض نداشته باش. زیاد شده. درست است. زندگی خوش براتان میخوایم آقا مصطفی. خدا جزای تبت. خدا منم در درخت بالا کو خیر است لطفاً. درست است بیا. اما بین خود ما باشه فهمیدی؟ نباید تو مادر بدخویت خبر شود. درسته شهزاده رویایی. پایت باز کن.
او یک شادخت رویایی بدخوی است. زیاد بدخوی است؟ دقیقا همونطور است. در بلا خود رفتیم از درخت محکم بگیر. آفرین به تو پادشاه کوچک، آفرین. آفرین به تو هم شاهزاده رویایی من. نه بگو شاهزاده ترابزون. بالا برو. صبر کن ما میایم. شاهزاده‌ای که دست به سفید سوار است. او دیگه کی است؟ کوکو طاهر دیگه. حالا که قرار است بهترین تیم ورزشی را داشته باشیم و باید تیم ما شامل باشه، همونطور نیست؟ ییت حالا زود باش پایین شو. اوی مادرت آمد. دبلا رفتیم. اگه میفتادی او گار میشدی باز چی؟ آی مادر امکان نداره. اگه میفتادم کوکو طاهر مرا محکم میگیره. مشکل تو چی است؟ هیچ مشکلی ندارم، فقط نمیخوایم بچیم زخمی شوه. همه قد چی میکنی؟ صبر کن. حالا زود داخل برو، دستوری تباشوی. درست است؟ حالا چای صبح تیار است. ییت حالا میشه بگوی مشکلت چیست؟ گفتم که مشکلی ندارم. دختر وقتی پرسان میکنم که مشکلت بگو باید جواب بدی. درست است خی میگم. مشکلم تو هستی به خاطر بودنت. از اینکه بچیم تو رام شامل تیم رویایی ساخته، نام تو را شاهزاده اسب سوار مانده، به خاطر تو شبا به خیال راحت خو میکنه. فهمیدی؟ مشکل من فقط تو هستی. توبه خو مشکل نیست، بلکه یک راه چاره است. نفس باید به زودی از زندگی بچیم بیرون شوی. البته وقتی رفتی چاریتان باز با خودت ببر. شاهزاده ترابزون باید در ترابزون باشه. خدا میفهمه که پادشاه کوچک و شادوخت تا کدام جنگل وحشی فرار خود کردن. اگر این پادشاه کوچک شبا طرف مهتاب دیده و پشت شاهزاده رویایی دقت شد، چرا گپ ما درک نمی کنی؟ ببی طاهر، از بچه ما دور باش. اجازه نده که به تو عادت کنه لطفاً. مطمئن هستی که تنها مشکلت به خاطر ییت است؟ مطمئن هستی؟ خیلی چی فکر کردی؟ گپای ناق ناق نزن. سلام علیکم جمیل بیادر. او علیکم سلام آقا مصطفی، خوش آمدی، صفا آوردی. بفرما بیشین. را غلط کردی، چی شد که پیش ما آمدی؟ حق به جان و بستی بنی آدم، اما چی کنیم دیگه کار بار است. باش که برای چای بخوایم. نه باشیم چای بیار برای ما. بیادر از وقتی که با استانبولیا کار شروع کردی در قصه ما نیستی. ما از همین خاطر آمدیم که بگویم فسخ شد. چطور؟ یعنی چی که فسخ شد؟ راستش جمیل بیادر، ما یک کمک تاوان کردیم. فکر نکنم که کلانترین قمارباز ترابزون نقص کنه. چی نظر داری که با همه این کار باره یک جای شروع کنیم، شریک باشیم؟ ها؟ میخوایی شریک شویم؟ منظورتی است که پیسه را مردوی ما بتیم؟ چطور؟ قربان آدم هوشیار. چرا چی شده؟ نیک رابطه شرکتتان امرای استانبولیا خوب پیش نمیره؟ گوش کن جمیل بیادر، ما از قرای دور پیش تو آمدیم. برایت یک پیشنهاد دادم، اگه قبول نداری او پیشنهاد رد میکنی باز جانت جور باشه، و اگه قبول میکنی خویقه سوال نکو دیگه. یک دقیقه آرام باش، باز رگ دیوانگی تور خورده. دیروز مادرت خانه ما آمده بود، بزنکیم گفته بود که میخوایم مرجانه به طاهر خواستگاری کنه. تا جایی که من میفهمم دخترم راضی معلوم میشه. شفنه شفتالو واضح بگو بیادر. میخوایم بگویم که مصطفی، من خوبه کدام شریک ضرورت ندارم. خودت میفهمی اگه با کسی خیش شوم بازو هم از نزدیکایم باشه، خب معلوم دارست که در تمام داراییم شریک میباشه. فهمانده تانستم؟
تنها خودکت سلاتیر نساز. منتظر استی از تخم مرغ چوچی مرغ بیرون شود جان مادر؟ از تخم جوشانده خود چوچی مرغ بیرون نمیشه. اگه تا چند دقیقه دیگه پادشاه کوچک تخم مرغ خود نخوره امکان داره که خرسان بیرون شود. اما من تخم مرغ خوش ندارم. خوش نداره، سرش فشار نیار. تو مداخله نکو طاهر. صبر بانش دست تو اوگار اسم خودم میارم. نه دستم جور است. تخم مرغ تا بخو بچیم. گفت باید خلاصش کنی، اما تو مجبور نیستی که بخوریش. زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد. آفرین طاهر، آفرین. به می کارای ادامه بده. درست است. بسیار چیزای خوب به طفل یاد میتی. درست است. ای جان ابی شیر بچه، ما کاری که ما کردیم بسیار کار اشتباه بود. درست است، دیگه نباید تکرار کنیم. فهمیدی بچه؟ طاهر من پیشتر برای چی گفته بودم؟ چی گفته بودی؟ یک بار دیگه بگو. تو به خدایا. دلکم وای دلکم، دل بیچارگکم، رفته دلکم، سر مصطفی دلکم، رفته دلکم، سر مصطفی خیر باز جندای زن چرا طور خورده؟ خدا خیر ما را پیش کنه. یار شیرین دهی تری زن سخنم، است یا لنگی خواد گرفت. دل بری بازو وقت نازنینم، قروغن زرد یار از کجا میشه شیرین که پای خدا چرب سخنم، کنم. اینقدر مغرور نشو زی نازک دلکم، دلکم وای دلکم، دل بیچارگکم. آسیا ای های مصطفی زاری ما ترقاندی. پشک افدم وریسی قطاله ندارم که زود زارید به کفه. گفته بودی که امروز صبح پیش پدرت میری و امرای تایر گپ میزنی. آی مصطفی ما تیه گپ است که صبح از خواب بیدار شدم، دختر به مطلب روان کردم، زیاد کار داشتم، هیچ خلاص نشد. آسیا تو خوب واده کده بودی و زن؟ خیلی چی میکردم بگو؟ با مادرت خود گفته بودم که یک خدمتکار بگیره، گپم به زمین انداختین، گفتین ضرور نیست. عروس که باشه به خدمتکار چی نیاز است؟ یک فامیل بزرگ کاللی عروسشان کار نکنه، خدمتکار کار کنه؟ سعیس آسیا سعیس باز شروع نکن. ننیم کجاست که کارش دارم بگو زود با. از صبح گفتم میره، وقت عروس بودم شوهرم ارزش مادرش میفهمید، حالا که خوشو شدیم بجایی که اولادم احترام مکنن. احترام از زنای خود زیادتر میکنن. آسیا خب درست است. در داخل نماز میخوانم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند قبول کنه. نه مصطفی دایی وقت روز در خانه چی میکنی؟ سر تایر کدام بلایی آمده؟ نه چیزی نشدش، اما با زودی سرش یک بلا خواهد آمد. تا هم دیگه زیاد تال نتی، هر چیز زودتر خانه ترکانشان برو و مرجان با تایر خواستگاری کن. آی چی میگی؟ کدو جمیل بیا در گپ زدم، فکر کنم که راضی شیرینی میتونم. آی چقدر خوب. من میاله پیش ترکان میرم. تام جای نماز مرا جمع کن. خدایا 1000 دفعه شکرت که عروس دیوانم در گریان خواد شد و ما از خوشحالی پرواز میکنی. آی هیچ باورم نمیشه. حالا ثانیه عجله کن. بدو. مصطفی تو دیوانه شدی؟ ها دیوانه شدیم. وام از خیرات سر تو. حالا که تایر نیست چرا برش خواستگاری میکنی؟ ضرر خو نداره. تا وقت عروسی پیدا خواهد شد. اما تایر او دختره نمیخواد. که تو نظر نخواست. مصطفی لطفاً این کار نکن. اما کدوم اگه او دختره به طاهر نگیریم کل قرارداد ما فسخ میشه. مفلس هستیم، باید پول ضرر ما را بتیم. اگه دختر جمیل بیادر نگیریم که ما شریک نخواد شد. خیلی چی کنم بگو؟ علا جلکو پیش بابیت برو با او طاهر احمقان بفهمان که پشت زن و اولاد مردم ایلا کنه. فهمیده شد؟ دیگه چادر رو تو نکنی زن. خوش آمدین خاله ثانیه جان. ای بیازا خوش آمده ماروس مقبولم. اینه تو خوب باز شعر میدی. کم اوسو برو، باید زودتر کت مادرت گپ بزنم. اوی خوش آمدی ثانیه خور جان. خوش آمدی خاله ثانیه. خوش باشی قدا جانم. خوش باشی نظیر دختره. بیا بیشی. شما خو همیالا قاده جان گفتین خاله ثانیه. اما لالا تایرم خو هنوز هیچ خبر نداره. او چطور میشه؟ خبر داره. از کل کارایی که من میکنم کل بچه‌ایم شکر خبر داره. اما قسم از کارایی که اونا میکنن من خبر دارم. انشالله که همه باشه خاله جان. چه باش چی میگی؟ حالا برم از اون قهوه مزدار جور کده بیار مرجان. میارم خاله ثانیه. اخو خیرت باشه ثانیه جان. خیرت است ترکان. خیر و خیرت. زیاد گپ دراز نمیکنم. با امر خداوند و سنت پیغامبرش آمدیم دخترتانه با بچیم خواستگاری کنیم. توبه پیش از آمدن بچه خو هیچ امکان نداره. اگه واقعا جدی هستین خود دیگه دفعه بچه تا نگرفته بیارین و از پدر اولادم دختر ما خواستگاری کنیم. لا حول ولا. ای گپ چی ما نمیته. حالا که ما دخترت خواستگاری کردیم تا هم باید بره من شیرینی را بیاری و بتی. باز دیگر روز امرای گل و شیرینی و بچه میایی و ما چله نامزادی را برشان میاره و شیرینی کلان بر ما بته. والا تا که رضایت پدرش نباشم من هیچ چیز گفتن نمیتونم. اوه شوهرت پیش از خواستگاری کردن ما شیرینی را بر ما دادن. چی؟ همراه مصطفی به تفاهم رسیدن. ما سبا بخیر میاییم و گپه خلاص میکنیم، یعنی نامزادشان میکنیم. کتیزی فقط میتونیم از دریاچه ماهی بگیریم؟ هم از کنار دره و هم از لب دریا بچه. خیلی مایه زیادی بگیریم باز خانه ببریم که مادر پختیشن کنن. دیگهشون باز مفروشیم. زنده باد پیسیسه که گرفتیم باز به دکان خوراک فروشی بریم. از دکان چی میخوایی بخری؟ چاکلیت؟ نمیفهمم که چی بخرم به خاطر که اولین بار از دکان میرم. تو هیچ وقت دکان نرفتی؟
هیچ وقت نرفتی. راستش پدرم اجازه نمیداد که از خانه بیرون شوی. هیچ وقته؟ هیچ وقت. حاله تو کتی چاقو نوکی را خوب تیزتر میکنی. سعید بگیرش. ما یک دفعه خانه میرم ببینم که جال اگه باشه بیارمش. پس که آمده ماهیا را گرفته راسن دکان میریم. سعید واقعا کاکا؟ بله واقعا. زنده بود. ما و تو و مادره. بله زنده بود. زیاد خوشش داد. آفرین تیزش کن. اگه دردش زیاد شد زودتر به شفاخانه برین که عفونت نکنه. خدا جزایت بده. اوه میبخشی دروازه باز بود. مام داخل شدم. مشکلی نیست. بیزو مام اینجا را جمع میکدم. حال چی ضرور بود؟ دستم خانو سعید جور نشده. پشت جال آمده بودم. تو چی را پت میکنی؟ چیز را نی. نشان بده. طاهر پشت هر چی که آمدی بگی و زود از اینجا برو. گفتم دستتا نشان بده. آدم پست. تو چی میکنی؟ حالا زود چو باید شفاخانه بریم. طاهر تو باز شروع کردی؟ تو نمیبینی که وضعیت دستت خراب است؟ نظیره خو گفته بود اگه دردش زیاد شد باید شفاخانه بریم. دستت باید جور شود. مرا سر زد نیار نفس. مام زد کردن خوب سعی یاد دارم. من یقدر درد و رنج تحمل میکنم که شفاخانه نرم تا نفرای ودت خبر نشن و پیدایم نکنن. نفس باید بریم. درست است طاهر، درست است. میریم اما به یک شرط. همی که هوا کمی تاریک شد باز میریم. هر 3 ماه بعد از شفاخانه ما را در یک موتر بشان و پس روان کن. درست است؟ تا وضعیت دستت خوب نشه روانتان نمیکنم. خیمام شفاخانه نمیرم. درست است گپت قبول میکنم. خیلی برای ما یک موتر میگیری که از اونجا بریم. گفتم سعید کرستی چطور؟ حالا تیار شدگه. بعد از ماهیگیری برای سودا خریدن به یک فروشگاه میریم. به فروشگاه؟ ها فروشگاه میریم به خاطر که بچه‌ت نرفته. طاهر اقا ور نکن. چند دقیقه چوب باش. حالا پیش شدگه. آی مصطفی به نظر برا گپوان. کار نکنی که مادر بچه بترسه. تک تک کن. آی دروازه چرا باز است؟ پدر؟ طاهر! آسیا برو دیگه اتاق را بیبی برو. پدر جان پدر و ظالم آمرای تو چی کردن؟ ما او را نمیمانم. با روزی قسم کو را نمیمانم. بچیم آرام باش. چیزی نشده. چطور چیزی نشده پدر؟ چطور چیزی نشده پدر جانم؟ ملاسای بگوین تایی را پیدا کردن یا نه؟ وقتی که
اونا آمدن. طاهرشان رفته بودن، نتانستن پیدایشان کنن. به خاطر که تو را سر گب بیارن کبود گشتاندند، نه؟ احمقا اجاید شور نخوری. همیاله پیش دکتر میبرم. باید زودتر به شفاخانه بریم. نه ضرور نیست. گفتم چیز نشده خوب هستم. فقط کمه جانم درد میکنه و بس. ملا صاحب دیدی نه؟ دیدی که عاقبتش چی شد؟ کده دنبه شیر بازی که تو آدم. حالا برام بگو که طاهر کجاست؟ حالا دیگه بگو نه، زود باش. با تپخانه. مصطفی استاد مداخله نکن زن. باید تو زن پیش شوی خود بره. اگر طاهر مداخله کنه سهانهاش رو میدم. چرا طاهر علت میکنی؟ باید و عدالت کنی. اگر جرأت علت کردنش نداری بگو که ملتش کنم. خانم جان برو چوب آرام ده خانه بیشی کلمه خراب نکن، فهمیدی؟ برو با بابیت پریزانه جور کن، فهمیدی یا نه؟ حالا جانم بیا زو کلا شو بیدار بودی کالایتم تبدیل نکردی. بیگی جانم ای کالا را بپوش. الا بیگی دگنی. بله نجیب. بله آقا. مصطفی همیالا از خانه ملا صاحب برآمد. بسیار با عجله رفت. معلوم میشه که اون ملای زیدی جای طاهره براشان گفته. دام برو تعقیبش کن، جایش مشخص کن، باز برام پیام کن. اجلت رسیده طاهر. ودت کارای احمقانه نکن. برات گفته بودم که من همراه مصطفی گپ زدیم بچه تا نفسه برات میتن. خوب کردی. تو همین قسم با گپ زدنت ادامه بده ایشان. حتی اگه میخوایی جسد طاهرم برات میارم. کاتش مذاکره کن. چی گفتی جانم؟ بله بگو خانم بیادر. فاتح زود امرای مراد به طرف تپخانه بریم. مصطفی پشت طاهرشان رفته، میخوای علتش کنه. عجله کنی. مراد بیا که بریم، عجله کن.
bir kenara gidersen unutursun. هوام کمی تاریک شد. حالا باید شفاخانه بریم. طاهر وعده کرده بودی. اما گفتم باید بری دیگه. نفس. حالا زیاد درد میکنه مادر؟ نه نمیکنه. پیش دکتر که برای دست مادرت بخیر خوب میشه. تشویش نکن. حالتی چه؟ بیرون شوید. طاهر دروازه رو باز کن. چهار طرف خانه رو محاصره کردم. جای فرار نداری. ینگه دروازه رو میده کنین. سه ساعت قبل. بله نجیب. آقا مصطفی همیالا از خانه ملا صاحب برآمد. بسیار به عجله رفت. معلوم میشه که اون ملای زیدی جای طاهره برشان گفته. دام برو تعقیبش کن. جایش مشخص کن. باز برام پیام کن. عجلت رسیده طاهر. وداد پدر مصطفی رفته که او زن و بچه را تسلیم او نفر کنه. گفت اگه طاهر نمانه او را لط میکنه. ای ورای مام روان کردیم ماما. نترس. شوهرت اونا را پیدا نمیتونه دخترم. اما به مصطفی گفتی طاهرشان در تپخانه هستن. نیکه دروغ گفتی. آی توبه.
یعنی تو خو هیچ وقت دروغ نمیگفتی. گفتم در تپخانه هستند، راست گفتم. اما ایره نگفتم که در کدام تپخانه هستند. در تپخانه تو نه، بلکه در تپخانه ما هستند. آی یعنی تو بگو که مصطفی را در خانه غلط روان کردی. آی صدقه شما نکو درد میکنه دخترم، با خدا درد میکنه. پدر خندم تشکر. دل بقالم قربانت شما. اصله تا پایین کن، کسو سر ینگش اصلا میکشن. کاکا عثمان، ینگه جان کدام گپی شده؟ چرا اینجا آمدین؟ هیچ، آمدیم تا کمه بشینیم و قصه کنیم. پدرم خواست که اینجا بیه، نه که باید از تو اجازه میگرفتی. درست است داخل شوین. کاکا عثمان، سلام علیکم. نفس توی ایتا گرفته با اتاق دیگه برین. او عدت احمقی کار کده. اینجا کسی نیست و داد بیادر. اونا سر ما را شندی میکنن. بار چندم است بگو بره. بار چندم است اشتباه میکنین. شما 20 نفر هستین. شما یک نفر پیدا کردن نمیتونه نجی. تو خود گفتی که ملاقات با مصطفی کل چیز گفته. ها؟ گفتین که مصطفی میره پیش بیادرش. خیلی چی شد؟ آقا مصطفی جان، بسیار ببخشید که شما را لطف کردیم. اما اگه ازتان پرسان کنم که بیادرتان کجا رفته، از یاد روی خونه میشنی؟ چرا که اگه او را پیدا کنم از بین میبرمش. بابا بیادرت کجا هست؟ آدم پستلادو ایلوکا. بیادر! سیا احمق خب بیادر ما اینا کنه. بیادر آرام باش. بیادر تو خوب هستی؟ الهیشان کنه. پایت سر بیادرم پس کو الا کنه. نجیب میبینی که اینا چقدر جسور هستن. جزا دادن به بیادرها چقدر لذت بخش است. ببینم که تا چه وقت اینا تحمل میکنن. بیادرها ما خو کم است که گریه کنم، اما طاهر بیادرتان اصلا در قصه شما نیست. متاسفانه من فکر میکنم که از ترس زیاد کدام جای خدا گم و غایب کنه. بیادر ما غیر از خداوند دیگه از هیچ کس نمیترسه. بیادر ما از شما احمقان نمیترسه، پت نمیشه. خیلی بگوین که بیادرتان فعلا کجاست. من خب میگم که اون موش ترسو از ما فرار کرده، در کدام سوراخ پت شده، اما ای که در سر زمین است یا در زیر زمین ایره نمیفهمم. بیادرم هم یالکت خانمت هست، برو ببین. چی رقم ببینه ها؟ فراموش کردی که زن و بچهش از دست ای احمق فرار کرده پیش بیادرم رفت. فکر کنم فراموش کردی ها؟ الهی کنه. آقا مصطفی بیادرت هیچ خوب تربیه نکردی. افسوس به حالتان بخدا. تو برای لاکو باز ببین که چه قسم تربیه میتونه احمق. الهی کنه. مارا غرص نگیره. وای ورجان زاری ما کفاندی. تو همیشه دلاور بودی، حالا چرا میترسی دخترم؟ بیبی بچیم یک گپ براتون میگم. ما خوب هستم، چیز نشده، درست است؟ حالا دیگه خلاص شد، گذشت. باید به این فکر کنیم که چی کدام میتونیم. ما میفهمم چی کنم. کجا بخیری ورجان؟ میخوایم ودت احمق از بین ببرم. ینگه چرا اعتراض داری؟ نه اعتراض ندارم، بخیر بری پیش رویت خوب. لا حول ولا بچیم، تو دیوانه بودی، حال دختر منم دیوانه ساختی. بچیم آرام باش، بیا. کاسه صبرم لبریز شده کاکا، یا او کشته میشه یا من. طاهر صبر کن. نفس اعلان کن. ودت تو را میکشه. باز ها دیدیم که کی را میکشه.
ما دستت خو ماشاءالله بسیار زور داشت. محمود یک زنیور میخواست. نمیخواستم شما زنده باشین اما ضرورت میشن. باید برین. زن و بچه ما پیدا کرده پس برام تسلیم کنین و همچنان او طاهرم برام بیارین. خب دیگه کدام امر خدمت باشه؟ امر نیست جانم، یک موافقه است. اعلاشان کنین. حالا آزاد هستین، رفتم میتونین. اول بیادر خورده بیارین، باز بیادر کلانه بردن میتونین. طاهر غراز نگی از زن و اولاد تا پس میتونیم. آقا مصطفی باید بسیار وقت پیش در باره فکر میکردین. البته که باید زن و بچه ما پس بتین، اما طاهرم باید جزای خدا ببینه. حالا دیگه بیادر را منتظر چی هستین؟ اگر نرین و طاهر بیادرتان از زود نیارین، این بیادر کلانتان از خوندوزی زیاد میموره. آقا مصطفی را در موتر بندازین، یک چند وقت مهمان ما خود بود. حالا دیگه حالا فقط یک انتخاب دارین، یا مصطفی بیادرتان از دست بتین و یا هم طاهر بیادرتان. انتخاب از دست شماست. رمضان ماهی مقدس می باشد و شرکت صاف سودا محض به خاطر ماه شریف رمضان 20% تخفیف اعلام میکند. داروی الهدایه به نمود کپسولا و روغنی که حتی حبیب نورمگامدوف به شما توصیه میدهد پیشنهاد مینماییم که برای نصف کردن کین، برآوردن ریش و موی سر اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید، پس از داروی بتا پروتئین و گینرهای صاف سودا استفاده برید. داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میرساند. دستافک به همه شهرهای روسیه در شهر مسکو و سنت پترزبورگ آفیس‌های کلان این شرکت قرار دارد.